نیت نماز قدر چگونه است؟ نیت نماز قدر یعنی وقتی که انسان به مسجد می رود به مثلا نماز تراویح یا نماز تهجد کنیم، من امروز در بسیار منطقه های دنیا اول تراویح میخونم با بعد نصف شب سه آخر شب ساعت 1 تهجد میخونم، یعنی با مقصدی شب زنده داری کردن و دریافت کردن فضیلت شب قدر. وقتی که از خانه طهارت میکنیم به کوچه میریم، همین نیت الکی نیت عمل قلب است، از دل که گذشت همین کفایه هست. یا در خانهش مثلا از زن است میخواهد شبهای دهه را شب زنده داری کند، انا همین نیت کفایه هست. من نیت کردم که انشالله این 10 شب را با اطاعت و عبادت میگذارم، شب قدر را دریافت میکنم. از محروم کیست؟ محروم اون شخص است که از شب قدر محروم شده است. میگن واقعا اگر 20 نفر 30 نفر انسان ها 83 ساله عبادت دریافت کنند و شما دریافت نکنید، واقعا محروم. اگر نمو با پول گردانیم مقدارش معین شد، همین 83 ساله عبادت چند پول میایستاده باشد، اینو ما پول بگردانیم و سانی بعضی مسلمان ها همون دریافت کنن، بعضی ها نیابند، بعد میفهمن که چه خیلی محروم بوده قدری شب قدر.